کتاب چهارم هنرستان، تمرین شماره 15. تمرین شماره 15 گام چهارگاه لا هست. فای سوری، سی کرون، دو دیز و سول دیز. فای سوری، دو سوری، سول دیز و سی کرون سرکلیدمون هست. با کوک میلا میتونیم بزنیم، با کوک میلا رسول هم میزنیم که من تو این ویدیو با کوک میلا رسول تقدیم حضورتون کردم. پوزیشن سوم، پنجم و هفتم رو هم تمرین میکنیم. از لا، سی کرون، لا رو بریم پوزیشن سوم، لا، سی، دو، پوزیشن پنجم، دو، ره، می، پوزیشن هفتم، می، فا، سول دیز، لا. و اینکه حواستون باشه که اینجا فاصله داشته باشه. این می هم میتونیم با 4/0 پیداش کنیم. می، فا، سول، لا. برمیگردیم لا، سول دیز، فا، می. ره رو دو گذاشته، میم تو پوزیشن پنجم میشه ره، دو، بالای سی دو گذاشته، میم پوزیشن سوم، سی، لا. بالای سول دو گذاشته، از پوزیشن خارج میشیم، سول، فا، می، ره، دو دیز، سی کرون، لا، سول دیز، دو، سی کرون. پس شد سی کرون، دو دیز، لا، سی کرون، دو دیز، ره، می، فای سوری، سول دیز، لا، سی کرون، دو دیز، ره، می، فای سوری، سول دیز، لا، لا، دو، می، لا، دو. مذهب خواهم. پس با سرعت پایین بزنین، تیونر کنار دستتون باشه، با تیونر کوکو چک کنید. تو همه ویدیو قبلی عرض کردم، تو این ویدیو و ویدیوی بعدی هم میگم هدف از تولید این ویدیوها خدمت و کمک کوچکی هست به اون عزیزانی که دسترسی به معلم کلاس ندارن. خدای نکرده هیچ وقت هیچ گونه ادعای پشت هیچ گونه از این فیلم‌ها وجود نداره.